چند مراتبه تاجیکستان را آفت‌های خرابی‌آور طبیعی فرا گرفت. از جمله در سال 2007 با وقوع پیوستن زمین لرزه شدید در وادی رشت خسارات زیادی به خواجگی خلق کشور وارد نمود. با معلومات آماری، بر اثر زمین لرزه در حدود این ناحیه 207 خانه پرره و 1216 منزل دیگر قسماً خراب گردیدند. تشریف بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به این منطقه و اظهار همدردی و آمادگی برای رسانیدن کمک ضروری، روحیه ضرردیدگان را برداشته کرد.